و میفرماید که انهی مناظره، انهی گفتگوشنیدی که مذکوره که در بالا ذکر کردیم، یک چند نقطه های روشن رو برای بیان می‌نماید. با هر کسی تو سخن میگویی، اساس آن باید طلب در بیان کتاب الله و سنت پیامبر باشد. نقطه اساسی کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. هر وقتی که کوشش می‌شود که نقطه نظر پیشنهاد گردد، یک نقطه نظریه نظر پیشنهاد گردد، بعد دیگر ویژه بگیریم اگر بدعت باشد، باید با کتاب و سنت برای تصدیق و درستی این نقطه اساس یافته شود. کتاب و سنت، چون بدعت‌ها زیاد هستند. و دوم مخالفت بر سنت نمودن یا که پیروی از راه سلف نمودن. پس در این مناظره که بین ادرمی و این صاحب بدعت بود که مردی که خواست برای بدعت سخن بگوید که توسط پیروی از یارانش هم انجام داشته بود، در اینجا در این تعریف ادرمی، رد ادرمی بر اون بسنده است که چیز انسان در هر بدعت اگر که کتاب الله را در خود داشته باشد، سنت پیامبر داشته باشد، پس هر بدعت را شکست می‌دهد. چون تهدید و رد کردن بدعت، وقتی که آن مرد بدعت را تعریف کرد یا که بدعت را کسی تعریف می‌کند یا که اون را راه درست می‌شمارد، ادرمی چیکار کرد؟ آیا این را پیامبر می‌دانست؟ حتما باید جواب بدهد، ها یا که نه؟ اگر ها بگوید پس کنی همون مدرکش کنی، مسترش کنی، از کجا گرفت؟ آیا آنچه گفته میشد از جانب رسول الله صلی الله علیه و یارانش آمده است یا نه؟ اگر آمده باشد قبول است، اگر نه آمده باشد رد است. پس این نشون میده که مناقشه درست و صحیح این است که انسان هنگام مناقشه بر اساس دعوت به سوی حق باشد، چون دعوتگران به سوی باطل خیلی زیاد است. و